با درود، امروز در مورد مباحث مربوط به شناخت زمان و نت‌ها صحبت می‌کنیم و راجع به تکنیک‌های ساز تنبک به گفتگو می‌پردازیم. برای شروع بهتره که بگیم سازهای ما از یک سری زمانبندی پیروی میکنن که در تمامی سازها مشترک هست و این زمانبندی مستلزم شناخت شکل نت‌ها و اون تکنیکی که در اون زمان باید استفاده بشه و ما بتونیم اجرا کنیم. برای این کار من شکل‌ها رو کشیدم که زمان ویدیو طولانی نشه، بتونیم راحت‌تر به قضیه بپردازیم. نت‌های ما یک سری اسم و یک سری شکل دارن که ما باید اینها رو بدونیم. شکل‌ها رو من این بالا کشیدم و اسم‌های این نت‌ها بالای اونهاست. اولین نتی که در موسیقی به طور قرارداد گذاشتم و همه نت‌ها از اون ساخته شد نت گرد هستش. شبیه به قضیه بیگ بنگ هست که میگن جهان هستی ما، آفرینش ما از یک جایی، از یک نقطه تاریک، از یک انرژی دچار انفجار شده، قضیه انفجار بزرگ که بقیه ستاره ها، کهکشان ها اینا از اون به وجود اومدن و همچنان در حال بزرگ شدن هستن. نت های ما از گرد تشکیل میشن. نت گرد پایه و اصلی ماست که ما اسمش رو گذاشتیم یک واحد اصلی. نت های بعد از تقسیم شدن این نت گرد به وجود اومدن که باز ما شکل ها رو زیر این کشیدیم برای درک بهتر هنرجویان و عزیزان و گاهی ما مثال هایی رو میزنیم برای اینکه شاید هنرجوی بچه‌ای باشه و هنوز با اعداد و کسر و تقسیمات اونجوری آشنایی نداشته باشه. با مثال های روزمره این قضیه رو برای هنرجویان و دوستان شرح میدیم که بهتر درکش کنن. پس اگر ما بیایم نت گرد رو یک واحد در نظر بگیریم، عدد یک ما نت اصلی ماست. نت سفید از تقسیم شدن گرد به وجود میاد که یعنی این شکل من به دو قسمت تقسیم میشه. من در این گوشه تصویر هم نمودار تقسیم نت ها رو کشیدم. نت گرد میشه دو نت کوچیکتر. به عبارتی نت سفید یک قسمت از دو قسمت اصل کاری ماست، یعنی نت گرد دو بخش شد و یک بخشش رو اگر ما برداریم و استفاده کنیم به اسم نت سفید میشناسیم که در تصویر این طرف هم مشاهده میکنید. نت گرد ما دو بخش شد، پس گفتیم نت گرد یک واحده، پس سفید یک دوم واحده، یک دومه. مثالی که ما برای بچه‌های کوچیک‌ترمون میزنیم، میگیم فرض کنید ما یه دونه پرتقال داریم که این پرتقاله رو از وسط نصف میکنیم و یکی از اون نصفه ها رو ما برمیداریم. اون پرتقال اولیه گرد روز اول ماست. وقتی نصفش میکنیم به دو بخش تقسیم میشه و یک بخشش رو که برداریم اسمش رو میذاریم نت سفید. از لحاظ زمان فعلا صحبت نمی کنیم راجع به واحد و تقسیماتی که بر مبنای واحد ساخته میشن صحبت میکنیم. بعد از اون نت سیاه هستش که از تقسیم شدن اون سفید به دو بخش تقسیم میشه و نت سیاه ما به وجود میاد. به عبارتی یه گرد ما میشه دو نت سفید، هر سفید خودش به دو بخش کوچکتر تقسیم میشه. سفید اول به دو بخش، سفید دوم هم به دو بخش. پس گرد روز اول ما به 4 بخش یا 4 قسمت تقسیم شد. من این اعداد صد رو هم زیرش نوشتم که یک بود، دو شد و بعد به 4 قسمت تقسیم شد. اگر ما یک بخش از این 4 بخش رو برداریم به عبارتی یکی از 4 قسمت واحد رو برداشتیم. باز اگر برگردیم به اون مثال پرتقال رو از وسط میبریم برای آبگیری و باز میبریم برای خوردن. این الان اون تیکه کوچیک است. پس گرد ما یک سفید به دو بخش تقسیم شد که یک بخشش میشه یک نت سفید. هر سفید رو اگر باز
تقسیم کنیم به دو بخش کوچیکتر، نوت سیاه ما به وجود میاد. پس سیاه یکی از اون 4 قسمتی هستش که ما تقسیم کردیم و یه دونش رو برمیداریم. به همین ترتیب جلو میره. نوت چنگ رو داریم که باز باید اون بخش ها رو به بخش کوچیکتر به 2 بخش مساوی، نکته مساوی بودن فراموش نشه، به 2 بخش مساوی تقسیم کنیم. به عبارتی هر بخش سیاه که اینجا با رنگ قرمز بود به 2 بخش تقسیم شد که با رنگ سبز مشخص کردیم. پس اون گرد روز اول ما به 8 قسمت تقسیم شده و ما یکی از اون 8 تا رو برداشتیم. اینجا شکل رو باز داریم. یک گرد 2 نوت سفید میشه، هر سفید 2 نوت سیاه میشه که در مجموع به 4 نوت رسیدیم. هر کدوم از این نوت های سیاه باز 2 بخش شدن که به نوت چنگ میرسیم. نوت چنگ ما اینجا دوستان باید یه توجه خیلی جزئی داشته باشن، خیلی هم ساده است. اکثر هنرجویان و عزیزان در شکل‌ها به مشکل برمیخورن و حالا ما به صورت‌های مختلف میکشیم که دچار تداخل و اشتباه نشه. نوت گرد که دسته و چیزی نداره، کامل یک دایره است، شبیه به دایره است، یک مقدار بیضی‌گونه است. سفید یک دسته داره و توی همون گرده باز خالیه. نوت سیاه توی اون پره و یک دسته. تا اینجا پرونده این 3 تا نوت بسته و تقریبا شبیه به هم. از نوت سیاه به بعد نوت چنگ، دولاچنگ و سلاچنگ رو داریم که یک پرچم، یک دنباله، یک چنگک به اینها اضافه شده و این نشون دهنده نوت چنگ. نوت دولاچنگ ما از 2 بخش یا 2 تا از این پرچم ها تشکیل شده و سلاچنگ از 3 پرچم تشکیل شده. پس گرد، سفید، سیاه بدون پرچم و بدون اون دنباله اضافه هستن. چنگ، دولاچنگ و سلاچنگ از دنباله های تشکیل شده که نشون دهنده شکل اون نوت و اسم اون نوت هستن. خب گرد ما اگر به 16 بخش تقسیم بشه بعد از نوت چنگ به نوت دولاچنگ میرسیم. نوت چنگ رو توضیح کاملش رو بدیم. گفتیم هر سیاه 2 بخش شد که این پرچم یا این دسته به نوت اضافه شد که ما بهش میگیم نوت چنگ. این پرچم یا این دسته میتونه مستقیم به یک سمت نوت هم کشیده بشه، دسته به سمت راست باشه یا به سمت چپ فرق نداره و در نهایت این پرچم یا همین دسته‌ای که قبلا در کناره نوت بود الان به طور صاف قرار گرفته میتونه بیاد به این شکل نوت سمت راست و نوت سمت چپ رو به هم مرتبط کنه. پس اینجا هم ما 2 نوت چنگ رو داریم. پس هر سیاه ما تبدیل شد به 2 نوت چنگ که شکل چنگ به صورت تنها اینجوریه و برای اینکه نوت ها رو به صورت دسته‌بندی درآوریم که چشم اذیت نشه و نوت خوانی برای ما راحت‌تر و بهتر باشه، دسته های نوت رو به سمت راست و چپ امتداد میدیم، از کناره نوت به صورت صاف میکشیم و امتداد میدیم تا به این شکل برسیم. حالا دسته های 2 تایی باشه، 3 تایی یا 4 تایی فرق نداره، همون نوت سیاهی هستش که یک پرچم داره. پس این دیگه وقتی زمانی پرچم اومد کنارش نوت سیاه نیست و نوت چنگی. بعد از این رسیدیم به نوت دولاچنگ که گفتیم هر چنگ ما باید به 2 بخش کوچکتر تقسیم شه. اون قسمت سبز رنگ باز نصف شد، قسمت آبی رنگ رو کشیدیم. پس اون گرد روز اول ما به 16 بخش تقسیم شد که یکی از این 16 تا رو برداریم میشه نوت دولاچنگ که گفتیم 2 تا پرچم داریم. این پرچم نوت ما که 2 تا هست در ادامه باز به صورت صاف دسته های صافه به سمت راست و چپ کشیدیم که باز هم 2 بخشه، 2 تا پرچم داره، 2 پرچم به سمت راست یا 2 پرچم به سمت چپ که بر طبق سیاه ما اومدیم خطهای قرمزی رو زیر این کشیدیم که برای عزیزان قابل درکتر باشه که یک سیاه شد 2 نوت چنگ و هر نوت چنگ شد 2 نوت دولاچنگ. پس 2 تا نوت چنگی که معادل یه دونه سیاه بود اینجا در این دسته قرمز اول معادل 4 نوت دولاچنگ شد که یک سیاه میشه 2 نوت چنگ، 4 نوت دولاچنگ که شکل دسته ها به صورت در کناره ساز یا به صورت دسته های صاف در راست و چپ نوت قرار بگیره فرق نداره. برای ایجاد
یک دسته منسجم و یک پارچه که ما به اسم دولاچنگ میشناسیم 4 نوت، 2 تا خط بالایی این هم معادل دولاچنگ میشه. پس سیاه یک تک نوته، ما اینجا 4 نوت سیاه داریم. در اینجا هر سیاه ما تبدیل به 2 نوت چنگ شد که هر چنگ نصف سیاه هست، پس یک سیاه 2 نوت چنگ، هر چنگ معادل 4 نوت دولاچنگ شد. حالا ما توضیحات کامل رو فعلا نیاز نداریم و تا نوت سیاه فعلا میخوایم بررسی کنیم، اما گفتم شکل ها رو داشته باشیم. سلاچنگ هم که میشه 1/32. اما برای شروع ما خوبه که نوت گرد، سفید و سیاه رو بشناسیم و از لحاظ تصویر نوت سیاه فعلا مبنای کار ما هست برای درس‌های ابتدایی و شروع کار. برای ساز تنبک، سازهای مزرابی، سازهای کوبه‌ای، اما سازهای کششی مثل ویولون، فلوت، نی و سازهای بادی و آرشه‌ای، اونها برای شروع با نوت‌های گرد و سفید بیشتر سر و کار دارن، چون ماهیت و ساختار سازشون به گونه‌ای هستش که نوت‌ها رو میتونن به طور ممتد اجرا کنن. اما ما در سازهای مزرابی و سازهای کوبه‌ای بیشتر با نوت سیاه شروع میکنیم و در ادامه به دیگر نوت‌ها میپردازیم تا مبحث برای هنرجویان بهتر جا بیفته. نوت سیاه از تقسیمات 4 بخش شده نوت گرد به وجود اومد. پس نوت گرد 2 بخش تقسیم شد نوت سفید و باز هر بخش به 2 بخش دیگه تقسیم شد که به نوت سیاه رسیدیم. گاهی اوقات پیش میاد که دوستان راجع به زمان و سرعت نوت ها صحبت میکنن که اونها رو در مباحث بعدی خدمتتون عرض میکنیم. ما فعلا میگیم که هر نوت سیاه 1/4 از نوت گرده، یعنی یکی از اون 4 بخش شده گرده. 4 بخش رسیدیم، یه دونه‌شو برداشتیم، نوت گرد. در موسیقی باید این رو بدونیم که همیشه اجرا کردن و زدن نوت ها رو نداریم، گاهی باید سکوت کرد. یعنی سکوت ها، توقف ها زیبایی کار رو به وجود میاره و کلا زمانبندی ها بر اساس سکوت ها هم هست که ما معادل نوت هایی که داشتیم شکل سکوت ها رو هم کشیدیم. عزیزان در سکوت گرد و سفید گاهی دچار اشتباه میشن. ما به طور مثالی که برای عزیزان میزنیم میگیم گرده بزرگتر بود. نوت گرده نوت اصلی بود، اون پرتقال بزرگه بود، اون واحد اصلی ما بود. پس سکوتمون سنگین‌تره، بزرگتره، یک مربع میفته زیر خط. حالا در سازهای مختلف متفاوته. اگر 3 خط باشه یا 5 خط باز هم زیر 1 خط چسبیده است. در سازهای کوبه‌ای و ملودی، حالا کوبه‌ای 1 خط و 3 خط که داشتیم و سازهای ملودی که به صورت 5 خط هستن، این تصویر مربع زیر یکی از خط‌ها چسبیده است که اصولا خط سوم هستش و در ساز کوبه‌ای در خط دوم، خط وسط. سکوت سفید همون چون سبکتر بوده بالای خط مونده و پایین نیفتاده، سنگینی نوت گرد رو نداشته. پس نوت گرد سنگین‌تر بود، مستطیل زیر خط، نوت سفید سبکتر بود و بالای خط موند. نوت سیاه به صورت یک زیگزاگ، یک حالت 8 و 7 که انتهای دایره مانندی داره و مابقی نوت ها که چنگ، دولاچنگ و سلاچنگ به صورت یک چنگک، یک شیش، یک قلاب مانند هستش. دولاچنگ 2 تا از اینها و سلاچنگ 3 تا از اینها هستش. پس ما تا اینجا نوت گرد، سفید، سیاه رو بیشتر سر و کار داریم. زمانهاشون که گرد گفتیم واحد اصلی است، سفید نصف اون واحد است، یعنی هر سفید نصف اون واحد است که 2 تا سفید با هم تشکیل همون گرد رو میده. باز از روی این شکل هم میتونیم توضیح بدیم. یک گرد ما به 2 بخش تقسیم میشه، پس اگر اون 2 بخش در کناره هم قرار بگیرن با هم جمع بشن به اون نوت بزرگتر بالا میرسیم. هر سفید قابل تقسیم به 2 نوت کوچکتر بود
که هر دو نوت رو در کنار هم باز قرار بدیم به نوت بزرگتر میرسیم و سفید بعدی به 2 نوت که در مجموع به 4 نوت رسیدیم که 4 نوت ما معادل اون گرد میشه. خب چیزی رو که ما در اینجا نیاز داریم عدد 1/4 هست. این 1/4 الان دیگه آموختیم که از تقسیم شدن گرد به وجود اومده. پس 1/4 رو هر زمان گفتیم نشون دهنده 1/4 واحد یعنی نوت سیاه است. وقتی که به میزان نما یا کسر میزان که حالا 2 تا تعریف داره، 2 تا اسم داره. در تعریف یکی هستن، حالا بین موزیسین ها در اینکه میزان نما باید گفته بشه یا کسر میزان مقدار اختلاف هست، اما شما فعلا هر دو تا رو یاد بگیرید که میزان نما یا کسر میزان همون عددی هست که ابتدای خط و ابتدای قطعه موسیقی یا درس موسیقایی شما اومده. به طور مثال 2/4. 2/4 یعنی 2 1/4 یعنی 2 تا 1/4 واحد. خب ما آموختیم 1/4 واحد یعنی نوت سیاه که ما اینجا در یک کادر برای خودمون نگه داشتیم. اگر گفتیم 1/2 واحد یعنی سفید، چون واحد ما گرد بود. پس ما بیشتر با 4 سر و کار داریم، با عدد 4 که برای سازهای کوبه‌ای و ساز خودمون گفتیم فعلا با نوت سیاه شروع میکنیم. 2/4 یعنی 2 تا 1/4 به عبارتی 2 تا نوت سیاه. 3/4 یعنی 3 تا 1/4 واحد یعنی 3 نوت سیاه. 4 4 5 4 و 6 4. ما اینجا اومدیم به طور مثال 6/4 رو گذاشتیم، یعنی ما میتونیم از عدد پایین عدد بزرگتری بذاریم. 6/4 یعنی 6 تا 1/4 یعنی 6 نوت سیاه یا به اندازه 6 نوت سیاه یا معادل 6 نوت سیاه که این معادل رو بعداً جلوتر بیشتر بررسی میکنیم. و ادامه به طور مثال ما به طور فرض نوشتیم 100/4. 100/4 یعنی 100 نوت سیاه. خب ما گفتیم 2/4 3/4 6/4 100/4. 6/4 یعنی 6 نوت سیاه. 6 نوت سیاه کجا؟ در هر جمله موسیقایی که ما به هر جمله موسیقایی یک میزان میگیم. پس تعریف میزان، واژگان هر کار، هر درس، هر رشته رو ما باید بدونیم تا کلام رو بهتر متوجه بشیم، تا با اهالی فن اون رشته بهتر بتونیم سخن بگیم، تا زمانی که باهاشون سخن میگیم بهتر درک کنیم در مورد چی صحبت میکنن. پس خوبه که ما در هر رشته‌ای، در هر کاری که میخوایم قدم بذاریم واژگان ابتداییش رو بدونیم. همونجوری که در مبحث قبل راجع به اکول صحبت کردیم، امروز داریم راجع به میزان صحبت میکنیم. پس میزان به هر جمله، به هر شروع و پایان که با خطهای عمودی از هم جدا میشن میگیم میزان. اصطلاح موسیقایی جمله میزان. پس 2/4 3/4 6/4 100/4 یعنی 6 نوت سیاه در هر جمله که در هر میزان باید بگیم. 100/4 100 نوت سیاه یا تاکید میکنم معادل 100 نوت سیاه در هر میزان. خب پس میرسیم به اون واژه میزان نما یا کسر میزان که از 2 عدد تشکیل شده، عددی در بالا و عددی در پایین. طبق این صحبت هایی که کردیم عدد بالا نشون دهنده تعداد شد که 2 3 6 یا 100 تا 94/4 یعنی 94 نوت سیاه. خب عدد بالا یعنی 94 به طور مثال. واحدش از تقسیمات همون واحد اصلی به وجود میاد که ما اگر عدد پایینمون 1 باشه 2 یکم یعنی 2 نوت گرد در هر جمله در هر میزان، 2 دوم یعنی 2 نوت سفید، 2/4 یعنی نوت سیاه. ما کنار این ستاره زدیم، رنگش رو مشخص کردیم که باز ما با همون عدد 4 بیشتر فعلا سر و کار داریم. پس 2/4 6/4 100/4 200/4 فرق نداره. عدد بالا تعداد، عدد پایین نوع واحد اون نوتی رو که ما باید مبنا قرار بدیم و اجرا کنیم. به طور مثال ما اینجا یک 3/4 نوشتیم که برگردیم به اون عددی که
صحبت کردیم و گفتیم واژه‌ای رو به نام معادل نوت سیاه. یعنی چی؟ قبل از اینکه من این 3-4 رو توضیح بدم برگردیم به مبحث قبل. گفتیم یک نوت گرد میشه 2 نوت سفید. توی صحبت هامون به این اشاره کردیم که 2 نوت سفید هم میشه معادل یک نوت گرد. برمیگردیم به سیاه. هر سیاه نصف یک سفید بود که میگفتیم یک سفید باید 2 بخش تقسیم شه که نوت سیاه ما رو به وجود بیاره. پس هر سیاه نصف نوت سفیده. 2 نوت سیاه در کنار هم که جمع شن باز میشه همون نوت سفید. یا اگر 4 نوت سیاه داشته باشیم میتونیم معادل یک نوت گرد در نظر بگیریم. باز اگر بخوایم مثالهای عامیانه و روزمره خودمون رو بزنیم، ما به طور مثال میریم در مغازه، به آقای فروشنده میگه آقا من 2 کیلو شکر میخوام، 2 کیلو آب نبات میخوام. این 2 کیلو رو طرف میگه بسته های 1 کیلویی داره. آیا 2 تا بسته 1 کیلویی شما میگیرید یا نه؟ خب جواب مشخصه، بله. 2 تا بسته 1 کیلویی شکرتون رو تهیه کردیم اومدیم بیرون. پس شما به اون 2 کیلو شکری که میخواستین رسیدین. یک بار ممکنه یک بسته 2 کیلویی به شما بده. پس چی؟ شما باز هم تحویل میگیرید میان. گاهی ممکنه که یک بسته 1 کیلو به شما بده 2 تا نیم کیلو. و اگر جمع اینها رو با هم انجام بدیم باز شما به اون جمع 2 کیلویی که میخواستیم رسیدیم. ما هم وقتی که میگیم 3-4 یعنی 3 نوت سیاه یا معادل 3 نوت سیاه، یعنی باید جمع نوت‌های موجود در اون جمله یا میزان ما به نوت سیاه برسه. خب 3/4 یعنی 3 نوت سیاه. هر نوت سیاه رو ما 1 شماره در نظر میگیریم چون دنبال نوت سیاه میگردیم. این 2 عدد فوق‌العاده برای ما مهمه که اکثر هنرجویان فقط به فکر اجرا کردن نوت‌ها هستن و به این 2 عدد بی‌توجهی میکنن. هر نوت سیاه ما معادل 1 ثانیه فعلا فرضش میکنیم که هر سیاه 1 ثانیه است. پس 3/4 ما باید معادل 3 ثانیه بشه. یا طبق همون صحبتی که کردیم هر سیاه ما معادل اون 1 کیلو شکریه که میخوایم فعلا بخریم. به ما گفتن 3 کیلو شکر بخر. اون شکر فعلا نوت سیاهه. داریم معادل سازی میکنیم. 1 2 3. من 3 نوت سیاه هم رو تهیه کردم در این جمله که گفتیم این خط عمودی ها که بهشون خط میزان میگیم رسیدیم. خط میزان کارش چیه؟ کار کاما نقطه و ویرگول رو انجام میده و به منزله سکوت کردن، توقف کردن در جمله نیست. فقط دسته‌بندی ها رو برای ما مشخص میکنه. 3/4 یعنی 3 نوت سیاه. 1 2 3 جمله من تموم شد، خط بسته، جمله بعد شروع میشه. 1 2 3 من سکوت شد. طبق این علامتی که قبلا گفتیم معادل یه نوت سیاه من اومدم سکوتش رو گذاشتم. یکی از اون پاکت شکرها خالیه، اینجوری حساب کنید. یعنی پاکته هست استفادهش کردیم دیگه. 1 2 3 ما جایگاهی رو داریم اما نوتی نداریم برای اجرا کردن. پس 1 2 3 1 2 3 ثانیه 3 رو ما بیان میکنیم و چیزی اجرا نمی کنیم. خب جمله بعدی این مقدار جذاب‌تره. نوت سفید رو داریم که قبلا صحبت کردیم. هر سفید به اندازه چند نوت سیاه میشه؟ طبق صحبت قبلی ما به اندازه 2 نوت سیاه میشه. پس ما به اندازه 3 نوت میخواستیم، کلا 3 نوت رو میخواستیم. الان یک سفید داریم که خودش به اندازه 2 تا حساب میشه و سیاه بعدی میشه ثانیه 3. پس سفیدمون رو به اندازه 2 شماره میشماریم چون هر شماره در این درس در این جمله‌ای که نوشته شده معادل 1 سیاهه. چرا معادل 1 سیاه؟ چون مخرج 4. چرا 4 یعنی سیاه؟ چون 1/4 واحده. تمام مباحث پشت سر هم. پس 3/4 ما یعنی 3 نوت سیاه که ما به جای هر سیاه میتونیم چیزهای دیگه بذاریم که گفتیم معادل سیاه. ما اومدیم اینجا به جای 2 نوت سیاه 1 سفید گذاشتیم و نوت سوم رو در جایگاه خودش قرار دادیم. اگر بخوام طبق اون مثال بزنیم میگیم شما 3 کیلو شکر میخواستی،
یک پاکت 2 کیلویی داریم و یک پاکت 1 کیلویی. در مجموع به 3 کیلویی شما رسیدی که ما در مجموع به 3 نوت سیاهمون رسیدیم. در جمله بعد این قضیه برعکس شده. اول یک جمله تکیه رو داریم 1 دونه‌ای و بعد نوت 2 تاییمون که معادل 2 تا نوت سیاه میشه. پس میشه 1 2 3. ما ضرب اول رو میزنیم، ضرب دوم رو میزنیم، ضرب سوم همراه با 2 جمع شده. پس شد 1 2 3 ما با هم جمع شده. در جمله آخر 1 2 3. 1 و 2 ما سکوت سیاه شده. یعنی پاکت اول دوم رو استفاده کردیم، انگار پاکت هست جاش خالیه، و سومین نوت ما که همون سیاه هست و ما معادل 1 ضربه رو میزنیم. خب حالا این ضربه ما چی هست؟ چی باید اجرا کنیم؟ ما 3 ضربه داشتیم، 6 4 6 ضربه داشتیم در هر جمله. گفتیم میتونیم معادل سازی کنیم با یک جمع و تفریق ساده، معادل هر کدوم از این نوت ها رو بذاریم که گفتیم به جای 2 تا نوت سیاه تونستیم 1 سفید بذاریم، یا تونستیم یکی از سیاه ها رو حذف کنیم در جایگاهش 1 سکوت بذاریم معادل 1 جایگاه خالی، اما زمان نوت ما موجود هست. خب میرسیم به مبحث بعد، شکل نوت ها و ضربه هایی رو که باید اجرا کنیم. در مباحث قبل از اشاره ها شروع کردیم، حرکت های نرم شدن برای دست راست و چپ، اشاره راست و چپ، تون، بک و تلنگ رو گفتیم. حالا میخوام به شکل نوت ها بپردازیم. از اونجایی که تمام سازها در جهان، حالا همه سازها رو هم نمیشه گفت، استثناءاتی موجود هست، بیشتر روی 5 خط سازهای ملودی اجرا میشن. حتی ساز کوبه‌ای درام هم به طور 5 خط و 3 خط داریم. در ساز تنبک 3 خط و تک خط رو داریم. بعضی پرکاشن های جهانی مثل تریانگل 1 خط هستن، ولی ما فرض بر اون سازهای عمده و 90% سازهایی که در جهان موجود هست که روی 5 خط نوت نگاری میشه و طبق فرکانس های بم به زیر نوت نویسی میشن، ما تنبک رو فعلا با سیستم 3 خط پیش میبریم که جهانی تر و اصولی تره و هیچ فرقی با سیستم 1 خط نداره که حالا اون رو هم بعداً در ادامه خدمت شما توضیح میدیم. در سازهای جهانی صداها روی خطها از پایین به بالا از سمت صداها و فرکانس های بم به سمت فرکانس های زیر میره. ما هم در ساز تنبک بر همین مدار داریم فرکانس ها رو بررسی میکنیم و جایگاه ضربه ها رو مشخص میکنیم. فرض بریم که نوت سیاه همه، حالا اگر گرد گذاشتیم سفید یا چنگ فرقی نداره، ما همه رو با سیاه گذاشتیم که گفتیم فعلا باش بیشتر سر و کار داریم. اما مهم این توپ نوت هست، اون گردی نوک نوت که اگر توی خالی بود میشد نوت سفید و اگر بدون دسته و هر چیزی بود میشد نوت گرد. توپ ما اگر روی خط پایین باشه بمترین فرکانس ما رو به ما میده که بهش میگیم حرکت تون. راجع به فرکانس ها و اصطلاح ها که قبلا گفتیم بهتره که اصطلاح ها رو بهتر بدونیم، این نکته رو خدمتتون عرض کنم که به طور عامیانه خب حالا خیلی ها این صحبت ها رو میکنن، خیلی هم چجوری بگم زیبا نیست و خوب ما در موسیقی از اصطلاحات خوبش استفاده کنیم. واژه زیر و بم یعنی واژه صداهای با فرکانس پایین و بالا، صداهای بم که در اصطلاح بعضی از کوچولوهای ما سر کلاس میگه صدا کلفتا، این اصطلاح تیرگی و روشنی در ذهن این کودک ما به کلفتا نازک شناخته میشه. مثلا در اصطلاح میگیم صدای آقایون کلفتره، صدای خانم‌ها نازک‌تره. نه، ما بهتره از واژگان خودش استفاده کنیم. واژه صدای باس اصطلاح موسیقاییش معادل همون بم یا همون کلفتی که بچه‌ها میگن. واژه باس و واژه تریبل.
تریبل اون واژه فرکانس زیر ماست، بم و زیر، باس و تریبل، کلوفت نازک. پس واژه باس و تریبل رو داریم. پس ما از صداهای بم به سمت صداهای زیر میخوایم حرکت کنیم روی سه خط حامل ما، به خطوطی که نوت ها رو روش قرار میدیم خطوط حامل میگیم. از سمت فرکانس های بم به سمت فرکانس های زیر، اصطلاح موسیقایی از سمت صداهای با فرکانس باس به سمت صداهای تریبل. خب توپ ما اگر روی خط باشه، باس ترین صدای ما معادل تم هست که در مرکز ساز ضربه میخورد. اگر روی لبه ها و کناره های ساز ضربه میخورد، زیرترین صدای ما بود که صدای بک بود، بک راست و چپ. اگر توپ و این نوک نوت ما در خط میانی ما بود، صداهای میانی ساز رو به ما میداد که ما با حرکت 8 و 7 با کمان، بعضیا به اسم ریز نام میبرن، ما به اسم اشاره داریم نام میبریم. اشاره های راست و چپ رو داشتیم که همون صدای ری غلیظی رو قرار بود به وجود بیاره و همون روپ روپ کردنیه که روی ساز تنبک داریم. پس صدای بم ما حرکت تمه، صدای میانی ما اشاره و صدای با فرکانس های زیر ما که همون تریبل هست حرکت بک ها هست. و روی خط بالا در کنار همون بک ها اگر به طور مثلثی بکشیم اون نوک نوت رو، شکل همون حرکت تلنگ از تلنگر میاد. پلنگ یا بشکن 3 اسم داره در کتاب ها، به اسمای مختلف نام برده شده، تلنگ، پلنگ و بشکن. این از شکل نوت های ما. 8 و 7 رو قبلا در ویدیوهای قبل توضیح دادیم. معادل دست پایین و دست بالا در تنبک هست که برای عزیزان نوازنده راست دست ما 8 دست پایین و 7 دست بالا معادل دست راست و چپ میشه. در چپ دست ها برعکس، 8 دست چپ اونها میشه 7 دست راست اونها. خب نکته آخر، ما زمانی که 1 6 4 1 2 4 1 میزان نما برای ما میذارن، ما به چند جای مختلف باید دقت کنیم. گفتیم این 2 عدد خیلی مهمه و ما باید به تمام نکاتمون درس توجه کنیم. 6 4 معادل 6 نوت سیاه در هر میزان شد. معادل 6 نوت سیاه. ما زمانی که نوتمون رو در قطعه میبینیم باید به 2 جا خیلی عمیقا توجه کنیم. 1 نوع حرکت، 2 زمان اجرای اون حرکت. اینجا اشکالی که به وجود میاد، بعضی از هنرجویان عزیز، ببخشید من این صحبت رو میکنم چون ایرادها و مشکلاتی که ما در کلاس ها با عزیزان به مشکل برمیخوریم و متوجه این ایرادها در گفتار، کردار، حرکت های دست و اینها میشیم و من هی رجوع میکنم به کلاس های درس و میگم بعضی از هنرجویان به این دلیله که وقتی صحبت از 6 4 میشه دنبال 6 نوت سیاه میگرده. پس ما باید معادل 6 نوت سیاه رو دنبال کنیم. یعنی 6 جایگاه داریم که توی هر جایگاه، هر خونه، هر بوق مترونوم که قبلا صحبت کردیم 1 نوت سیاه رو داشته باشیم یا به اندازه 1 نوت سیاه. خب 6 4 ما باید به زمان اجرای نوت ها توجه کنیم که الان سیاه 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 سفید، که سفید خودش به اندازه 2 نوت سیاه بود، باید حواسمون باشه، و نوت سکوت سیاه که ما در مجموع باید به عدد 6 معادل 6 نوت سیاه برسیم. سیاه اول، سیاه دوم، سیاه سوم، سیاه 4 و 5 ما 1 نوت سفید گذاشته شده. یعنی ما 6 کیلو شکر میخواستیم، 1 2 3 4 و 5 روی یه پاکت 2 کیلویی داریم، 6 هم خالیه. خب در این جمله در 6 تا ضربی که موجود هست زمانشون رو متوجه شدیم که اینها تک ضربیان معادل 1 شماره. گفتیم فعلا راجع به ثانیه ها و اینا کاری نداریم، میدونیم که چون عدد 4 نوت سیاه نوت اصلی ماست باید در این جمله دنبال نوت سیاه بگردیم. هر نوت سیاه برای ما فعلا 1 شماره است، معادل 1 بوق مترونوم. 1
3 4 5 6 هم سکوته و نوع حرکتی که هر کدوم از این نوت‌ها باید اجرا شه. یعنی چی؟ توپ ما که روی خط پایین اومد شد صدای باس ما، یعنی تون. خط دوم توپ ما قرار گرفته در جایگاه دوم که همون اشاره 7 بود، اشاره دست بالا، ریزش انگشت‌ها با دست بالا. در ضرب سوم ما اشاره دست پایین رو داریم و در ضرب چهارم ضربه کناره با دست پایین، بک 8. پس شد توم، اشاره دست بالا، اشاره پایین. ثانیه 5 و 6 ما یه دونه بک هست که حالا اینا در ویدیوهای بعد با مثال‌ها و نمونه‌های بیشتری روی ساز براتون اجرا می‌کنیم. فعلا بحث تئوری قضیه هست. 1 2 3 4 5 6. 4 و 5 ما یک نوت شد، 6 هم سکوته. در جمله دوم 1 میشه یک سیاه، ثانیه دوم سیاه، ثانیه سوم سیاه، ثانیه چهارم سیاه، ثانیه 5 و 6 داخلش سفیده. باز هم یک سفید به اندازه 2 نوت سیاه باید حساب شه. پس ما اینجا ثانیه 5 و 6 مون رو یا عدد 5 و 6 راجع به ثانیه صحبت نکنیم. بوق 5 و 6 ما یک ضرب میخوره که این یک ضربش معادل 2 نوتی بود که ما دنبالش میگشتیم در قطعه. پس این شد زمان نوت‌ها و به حرکتشون هم باید دقت کنیم. نوع حرکتی که میزنیم، نوع تکنیکی که داریم در اون درس اجرا میکنیم چی هست؟ نوت سیاه با حرکت تم، نوت سیاه با حرکت پلنگ 2، نوت سیاه با حرکت پلنگ 3، نوت سیاه با حرکت بک و نوت سفید با پلنگ 2 که یعنی ثانیه 5 و 6 ما یک ضرب است که 2 ثانیه یا 2 زمان بوق رو به خودش اختصاص میده. تا اینجا سعی کردیم مقدمات رو در حد ابتدایی و اولیه خدمت شما عزیزان توضیح بدیم. امیدواریم مفید بوده باشه. در مباحث بعدی باز به اینها میپردازیم و با نوت‌ها و تمرین‌های مفید و آموزنده‌ای سعی می‌کنیم تمام شرایط رو برای شما فراهم کنید که در منزل بتوانید راحت به ساز تنبک بپردازید و این سرمایه ملی رو برای ما و آیندگان حفظ کنید.